یه داستان من بارها گفتم، شاید روی همین منبر گفتم، بازم میگم، داستان صحیحی است از داستانهای صحیحی که از پیغمبر علیه السلام نقل شده که چقدر زیباست وقتی یه انسان به خاطر رضایت الله مال خودش رو میدهد، اونم با برنامه ریزی. چقدر خداوند جای اون رو پر میکند. داستان به این صورت: روزی از روزها مردی در دشت و بیابان داشت راه میرفت، صدایی شنید از بالا سرش، نگاه کرد که تکه ابری است بالا سرش، از لابلای ابرها صدا میاد که ای ابرها برید زمین فلانی رو آبیاری بکنید. فرمان به کیه؟ به ابر. از جانب کی؟ از جانب الله جل شأنه. نام صاحب اون باغ و زمین شنید به گوش خودش، نام یه انسان فلانی، برید باغ فلانی ای ابرها آبیاری بکنید، آب بدید به اونها. فرمان از جانب الله به ابرها. طرف اون که صاحب باغ خبرم نداره، یه نفر دیگه این صدا رو میشنود. دید که ابرها رفتن در یه منطقه شروع کردن به باریدن، تعقیب کرد، دنبال کرد این آب به کجا می رود. آب سرازیر شد، مسیر خودش رو طی کرد، رفت دنبال این آب تا رسید به یک باغی. دید که یک مردی با بیل خودش وایستاده دارد آبیاری میکند زمین زراعتی خودش. بهش سلام کرد، بعد سوال کرد اسمت چیه؟ گفت فلانی، همون اسمی که تو ابرها و آسمان شنیده بود. تعجب کرد، خیلی براش تعجب آور بود. گفت ببخشید شما چه کاره اید؟ کارتون چیه؟ عملتون چیه؟ گفت برای چی؟ گفت من چند لحظه قبل از اینکه این آبا سراغت بیاد و بارانی نازل بشود اسم تو در ابرها شنیدم، در آسمون بالا سرم شنیدم. گفت حالا که سوال کردین من بهت میگم، من کسیم که این زمین زراعتی دارم، زراعت میکنم، هرچی از محصولات گیرم اومد به 3 قسمت تقسیم میکنم. کار همیشگیم همینه، 1 قسمت برای خودم و زن و بچه‌ام، 1/3 اون صدقه میکنم در راه الله به فقیر و فقرا، و 1/3 اون میگذارم که سال آینده زیر شخ ببرم زمینم رو برای دوباره زراعت کردن. ببینید 1/3 از مالش فقط میدهد، نه همه، اما هر سال با خدای خودش عهد بسته که 1/3 مال من در راه تو الله جل شأنه چگونه به ابرها فرمان میدهد. همه چیز به اسباب نیست، به زور بازو نیست، به کوشش و تلاش نیست. گرچه الله از کوشش بکنیم، تلاش بکنیم، مشورت بکنیم، عرق بریزیم، اما بدونید که رزاق الله جل شأنه به ابر و باد و زمین و همه چیز فرمان میدهد. اگر ما به اللهمون توکل بکنیم که رزق و روزی رو به سوی ما روان بکند، به سویمون بیاد، اگر بر او توکل بکنیم و اعتماد صادقانه ای داشته باشیم. من خیلی مختصر و جمع جور در رابطه با صدقه مطالبی رو به عرضتون میرسونم تا انشالله هممون دقت بیشتری داشته باشیم برای فردایمون، برای قبرمون، برای آخرتمون. پیامبر علیه السلام وقتی صدقه رو معرفی میفرمایند، میدونید چگونه صدقه رو معرفی میفرمایند؟ و صدقه برهان، سخن پیغمبر است علیه السلام که میفرمایند به من جوامع الکلم داده شده. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر علیه السلام کلمات کوتاه اما معانی فراوان در همون کلمات کوتاه و مختصر نهفته هست. و صدقه و برهان، 2 کلمه بیشتر نیست، صدقه و برهان. اما میدونید چه معنا و پیامی دارد این سخن و این کلمات کوتاه پیغمبر علیه السلام؟ پیغمبر علیه السلام میخوان بفرمایند که ای مؤمن، صدقه دادن نشانه بارز و روشنی از ایمان مؤمن است، از صداقت انسان که او صادق است. اگر میگوید من مؤمنم، یعنی به الله جل شأنه و روز قیامت ایمان دارم، بینه تو، دلیل تو، شاهد و گواه تو بر این ادعا اینه که تو دارید صدقه میکنید. چرا؟ چون زمانی که مؤمن صدقه میکند، چیزی رو صدقه میکند که به اون علاقمند است. الله جل شأنه مال و ثروت رو در دل و وجود انسانها محبت اون نهاده است.
یعنی هر انسانی مؤمن و غیر مؤمن مال و ثروت و دنیا و پول دوست دارد، این طبیعیه. وقتی مؤمن میاد اون مال و ثروتی که دوستش داره بهش علاقمند است، دوست دارد که هر روز بر مال او افزوده شود، حساب او بالا برود، ارقام و اعداد بالاتر. ولی با وجود این که دوست داره مال، دنیا رو دوست دارد، زن و بچه دارد، گرونی هم هست، همه این مسائل هست، اما میاد رضایت الله، محبت الله، امید به اجر و پاداش و ثواب الهی در روز قیامت، امید به بهشت، بر همه این خواسته های دنیا ترجیح میدهد. به خاطر الله از دل و هوای نفس و دلبستگی خودش میگذرد. نشانه چیه؟ نشانه ایمان نیست؟ اگر نه به خاطر خدا بود آدم این مالی که شیرین هست اونم در شرایط سخت به دیگران میدهد، میبخشد؟ نمیتونه. اما رضایت الله، محبت الله، ایمان به روز قیامت، میدونه که این صدقه دادن در روز قیامت چه کارها میکند. سایبان روز قیامت است، بر پل صراط نور است، دری از درهای بهشت صدقه. الله جل شأنه از او راضی می شود، گناهان او بخشیده می شود، آتش جهنم خاموش می کند برای مؤمن، برای صدقه دهنده. بعد از اون یه مورد دیگه درباره صدقه داریم. از این طرف دلیل بر ایمان است، از طرف دیگر صدقه دادن انسان رو پاک می کند. هم دل انسان، هم ذهن انسان، هم مال انسان، زندگی انسان رو پاک می کند. از چی؟ از بخل، از حسادت، از سنگدلی، از دنیا پرستی، از هوا پرستی، از مال پرستی. پاک می کند. مهر به دیگران، محبت به دیگران، احسان به دیگران، دلسوزی، دست و دل باز بودن. اینکه انسان مال پرست نباشد، مال در دستش نه در قلبش، هر وقت بخواد راحت این دست رو دراز میکند، به این اون میبخشد، انسان رو پاک میکند. این چیزی که الله جل شأنه میفرمایند خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. امر به پیغمبر است علیه السلام، از مؤمنین صدقه بگیر، بخشی از مالشون رو بگیر به عنوان صدقه. صدقه واجب اینجا که زکات است، که چی؟ تا با این صدقه گرفتن از مؤمنین اونها رو پاک بکنید، تزکیه بکنید، تطهیرشون بکنید. مال انسان پاک می شود، وجود انسان رو پاک می کند. پس این از صدقه کردن. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب مفلحون سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.